به یک جایی که میرسی باید سختی ها را متقابل شوی. وزنه سرمفتی اوگار شدیم، نمیتونم ورزش جای تعلیم بگیرم. پیش میریم با المپیا در پولی از امیا انشالله همینجا می باشه جای از اون بخیر. اسم ما خیال محمد سلطانی است. تحصیلات ما 16 فارغ هستم. اداره و تجارت 5 سال 6 سال میشه که پروفشنال تموم میکنم. حدود 9 سال 8 سال میشه که امی تمرین پیش میبرم. صنف 10 بودم یا 11. امی علاقمندی ما بیشتر شد که به پرورش اندام رو برم. به یک جایی که میرسی باید سختی ها را متقابل شوی تا جایش که مثال امکانات میباشه تپ تلاش میگیری تا به اونجا خدا برسونی. نتیجه زحمت هایی که ما مثال در 5 سال 6 سال که کشیدیم، اولین مسابقه ای بود که ما تونستیم مثال مسابقات زون غرب بود 1402 مقام اول بگیریم. بعد یک سال دیگه هم مقام اول گرفتیم 1403. بعد در یک زون غرب دیگه سومی را گرفتیم و این هم مسابقه امسال است که تیم ملی را گرفتیم. الحمدلله وزن 75 کیلو قهرمان تیم ملی. کسایی که پرورش انجام میده بعدی که امو مربی که دمو باشگاه امو کلب که میباشه تحت نظر از امو تمرین کنه، تمرینات خود ادامه بده، خود سرانه مثال پروتئین استفاده نکنه، خود سرانه تمرینایی که برش گفتن نمیشه او را باید انجام نده. هر حصه بدن ضرورت به یک تمرین خاص داره که باید رشد کنه. یعنی نمیتونست که ما میتونیم یک بدن سالم داشته باشیم، یک بدن خوب داشته باشیم که ما در یک نتیجه که میخوایم برسیم. غذای پروتئین بار که از گوشت است، همین گوشت قرمز، سینه مرغ که ما برش فیله مرغ هم میگیم، کچولو جوشه، کچولو داشی، تخم جوشانده، عدس که بهترین حاوی پروتئین است. میتونه چیزا رو استفاده کنه. 2-3 جای از بدن ما است که مثال وزنه سرمفتی اوگار شدیم، سرماس چی دیدیم بعضی وزن که زیاف میزنیم که بالا سیمش سکلیده یا خطا خورده اوگار شدیم. اما امو روزی که مثال تمرین کردیم بر سبب پس امو روزش علاقمندی که داریم پس بر صبح اومدیم تمرین خود انجام دادیم. امید برای کسی یک انگیزه میده. از پته اول تا به اینجا اینم قدر زحمات باید طی میکردم که تا به جایی که رسیدیم بعد از این به بالا زحمات دیگر هم ببینم که تا به اون جایی که میخوایم ما برسم. تعلیم جای جداست، ورزش جداست. وقتی که ساعت ما کامل بود میتونیم تعلیم کنیم. نمیتونم ورزش مثال جای تعلیم بگیره. کسی که تعلیم نکنه حداقل خدا نشناسه، خدا رو نمیشناسه. یک کسی که تعلیم داشته باشه میتونه از علمیت خود بر کسایی که مثال نسل دیگه، نسل جدید میاد بر از او بار خدمت باشه. تقاضای ما است که سرپرورش اندام باید کار صورت بگیره، بودجه برش تضمین شود که یا برن مسابقات خارجی یک دستاورد خوب بیاره. ما میخوایم مو قهرمانی ان شاء الله که بتانیم گرفته از المپیا است که مدال بگیریم با وطن خود بیاریم و ان شاء الله که در پولی از امیا ان شاء الله همینجا می باشه جای از اون بخیر.